امروز سحری قرمه سبزی راستی غذای مورد علاقه تو چیه؟ دفعه پیش این سوال ازتون پرسیده بودم شهر من کجاست. 90% اشتباه گفته بودید. من یه ویدیو معرفی از خودم گذاشتم، ویدیو بلند داخل کانالم، اگه دوست داشتید میتونید برید ببینید. نمیدونم اسمشون چی بذارم، ولی الان یه دادم میام میگم فقط تو میخوای پوز ساعت تو بدی، از ساعتت فیلم میگیری. واقعا درکشون نمیکنم چرا همچین حرفایی میزنن. ولی اینجا داشتم با خودم محاسبه میکردم اگه گوشی جدید بخرم خیلی خوب میشه، میتونم 13 روز عید باهاش ویدیو بگیرم. ولی خودم کلا 6.5 میلیون پول داشتم، گوشی که میخواستم بخرم 13.5 میلیون بود. تصمیم گرفتم برم داخل شهر این دوچرخه ها رو قیمت بگیرم، اگه شد بفروشم. ولی به خاطر اینکه دم عید بود و یه خورده نیاز به تعمیر داشت نصف قیمت ازم می‌خریدن. بعد اینکه دیدم انقدر کم دوچرخه ها رو میخرن از فروش دوچرخه ها منصرف شدم. به نظرتون خودم این دوچرخه ها رو 0 تا 100 درست کنم، ویدیو یوتیوبش هم بگیرم به صورت چالشی؟ ساعت 9:30 شبم تصمیم گرفتم برم باشگاه. مردم موزو قبل باشگاه میخورن، من بعد باشگاه خوردم. لطفاً با لایک کردن ازم حمایت کن.